خودباوری است. یعنی این که ما خود را باور کنیم، توانمندی های خود را باور داشته باشیم، به موفقیت خودمون امیدوار باشیم، اطمینان حاصل کنیم که همونطور که دیگران هم توانستند ما هم میتوانیم، همونطور که دیگران به جاهای بالایی رسیدن، به اهداف عالی نائل شدن، ما هم میتوانیم به اون جایگاه برسیم. هرچه اونها داشتن ما در اختیار داریم و شاید خیلی چیزهایی که ما در اختیار داریم اونها در اختیار نداشتن. پس معنا نداره که ما نسبت به آینده خودمون، نسبت به دستیابیمون به اهدافمون خدای نکرده دچار یأس و ناامیدی باشیم. قبل از هر چیز باید خود را بشناسیم. ما که هستیم، چه هستیم، برای چه آفریده شدیم، از ما چه خواسته شده. حتما باید به این مسائل توجه داشته باشیم تا به خودباوری برسیم. اولا ما همون موجودی هستیم که خداوند متعال درباره اش تعبیرهای زیبا و افتخار آمیز به کار برد. لقد کرمنا بنی آدم، ما بنی آدم را کرامت و بزرگی بخشیدیم. و حملناهم فی البر والبحر، و آنها را در خشکی و در دریا برای حرکت، برای کوشش، برای تکاپو و تلاش حمل نمودیم. و رزقناهم من الطیبات، و انواع پاکی ها برای آنها عطا نمودیم، ارزانی داشتیم. و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، و آنها را برتری دادیم بر بسیاری از کسانی که آفریدیم، برتری واقعی در بین مخلوقات الهی، موجوداتی که خداوند متعال آنها را به وجود آورده. گل سرسبد آنها انسانه، انسانی که اگر خود را باور کند به جایی میرسد که فرشتگان در آغاز نتوانستند آن را باور کنند و تصور کنند. هنگامی که خداوند متعال اراده خود را به آنها اعلام نمود که میخواهد از انسان، نه از ملائکه، نه از جن با اون سرعت عملی که در اختیار داره، میخواهد از انسان خلیفه‌ای بر زمین انتخاب کند. خلیفه نجعل فی الارض خلیفه، من میخواهم در زمین خلیفه ای داشته باشم. یعنی کسی که کارهای بسیار والا و عظیمی بتواند انجام دهد، کسی که در او صفاتی از صفات خدا باشد، کم نیست، کسی که در او صفاتی از صفات خدا باشد. میخواهم او را در زمین موقعیتی بدهم، سیادت و آقایی عطا کنم. این دو پارامتر بود که انسان پیدا کرد، کرمنا و اینی جعل فی الارض خلیفه.